اکتیویژن رسما با این کار کال آف موبایل رو بی‌ارزش کرد. حدود چند وقت پیش اکتیویژن بالاخره خسیس بازی دست برداشت. این تصمیم رو گرفت انفور لجند رایگان رو به بازی اضافه کنه که شما با بازی کردن چند دست مولتی میتونستین این گان لجند رایگان به دست بیارید. حدود 70% پلیرهای کالاف این گان لجند رو گرفتن که در نتیجه باعث شد که اکتیویژن بخواد چند تا گان لجند دیگه و حتی چند تا گان متیک رایگان دیگه رو به بازی اضافه کنه که این یعنی کلی محض. اگه بخوام به طور خلاصه توضیح بدم، اکتیویژن کاری کرد که پلیراش دیگه نخوام برای گان متیک یا گان لجند پولی بدن، چون میتونن راحت گان متیک و گان لجند رو رایگان به دست بیارن. این یعنی اکتیویژن کاری کرد که گان لجند و گان متیک داخل کالاف بی‌ارزش بشه. البته خب یه سری هم پولدارن و برای گان متیک و گان لجند پول میدن. درنه پلیر معمولی هیچ وقت برای گان لجند و گان متیک پول نمیده وقتی رایگانش هست. من اعلام کنم که دیگه هیچ گان متیک و گان لجندی داخل کال آف موبایل ارزشی نداره. راستی پیج من رو دنبال کن که هر روز از اینجور ویدیوها داریم. بهت قول میدم که ضرر نمی‌کنی، فقط یه دنبال کردنه. این ویدیو هم لایک کامنت کن. دمت گرم.